مثلا که فضل دوره، درجه دوره، صفت دوره، دوستی جونی هست. دوستی که جونی باشه اگر میگه در اون جان تبتی اگر کمتر است. همین دوست جونی تا جان تبتی ولی هم کم است. به خاطر که دوستی را همین قدر در دین، در اسلام، شریعت بهای دودگی است که هر یک نفروی که همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، اهل اصحاب، دوستی جونی بدن آنها، نه دوستی زبانی بدن، نه دوستی نانی بدن، بلکه دوستی جونی بدن. یک نفر ولی در همو الازهر مصر یکی از همو علم کلانشون تنتاوی بود، خدا رحمتش کنه، ولی مرد از دنیا گذشت. تنتاوی خیلی خیلی شخصیتی بزرگ بود، خیلی خیلی عالم کلام بود. حتی یک جوی همون گذشتن شد بگیم که یک مجلسی کلان میشه در عربستان سعودی در ریاض. بعد مکه میره بعد میگه که طواف کنم، طواف میکنه. از اینجا مدینه میاد، روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنتاوی، روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت میکنه. بعد روضه را زیارت کردن رو بر روی روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدمایی که در برش هستن همو قصه میکنه. آدم قد بلند در همین سال 2009 در همین سمینار امام اعظم اومدگی بود و تاجیکستان ما از نزدیک بودیم، خطی شده بودیم، زیارتش کرده بودیم. بعدا میگه روبروی روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم قدر ایستاد، میگه خیلی ایستاد، صلوات گفت. بعد میگه همین اشکاش همین جوری شده، آدمی خرابه قد بلند بود. همین خیلی گریه کرد و بعد میگه گفت یا رسول الله، همین قدر پزمونت شده، همین قدر محبتی دارم، دوستت میدارم که در برابر محبتی تو نه پول، نه مال، نه زن، نه فرزند، هیچ دنیا در برابر محبتی تو ارزش نداره. میگم خیلی گریه کرد و بعد گفت باز خدا میدونه که من زیارت اومدم، میتونم میگم خیلی میگم با یعنی در حق پیامبر صلی الله علیه و گریه کرده. بعد جواب شدن کم ازش گریه جواب شون دادن. بعد بر اومدن در ایرپورت در همین سمالیات شدن، همین سیده نیدن میشینه و قدرت خدا جون به حق تسلیم میکنه. با از همون درون میبرورن میورنش در همون مدینه، در همون بگیم که مدینه شهر پیغمبر، در همونجا به خواب میسپرن. همین حضرت یک قصه عجیب داره، میگه که ها در برای که دوستی جونی، میگه یک نفر انا جوانی همتری بچه یوشی قرآن خون حافظی کل قرآن و با نماز و با طاعت بوده و با علم. یک روز جمعه نماز جمعه تمام شده، میگه بعد گفت که من یک سوال دارم شیخ. بعد میگه تنتاوی اومد و بعد گفت که بگو. بعد جوان میگه گفت که انا شیخ گفت که بیا. بعد میگه شیخ گفت که انا یک سوال دارم. گفت سوال تبو. گفت همین صفتی صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنن، اهل اصحاب میکنن، یک قدر فضیلت دارن. اگه جوان خودش میگه من شخصا میگه حافظ کلی قرآن هستم، علم دارم، عالم هستم، گناه را نمیدونم چیه. یعنی همین قدر امر جوانش گذشته است، یک رکعت نمازی نه قضا داره، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه یگان چیز. گناه را میگه کردنش رو سبیسته، گناه را من نمیدونم که شراب چی خاصیت داره، یا دروغ گفتن، یا مثلا زنا کردن دیگر. همین گناه نکردم در عمر. حافظ کل قرآن هستم. نه که همین قدر محبت بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم، آنچنان که هیچ کس نداره. آیا همین محبت ما با محبت صحابه برابر می شود؟ او درباره جان فدایی صحابه همون روز جمعه تنتهای امر معروف کرده بود است. آیا جوان میگه همین قدر حافظ قرآن، گناه را نمیدونم، گناه نکردم. آیا همین قدر محبت ما با پیامبر داره، محبت ما با محبت صحابه برابر میشه؟ بعد میگه تنتهای از سببی که جمعه را گذرانده بودم، بعد اصلا در بین مثلا چند هزار آدم گفتن، آدم خیلی خسته میشود. مثلا که همون سال پیش که همون خطیبا بودن یا که نه، مثلا که همون گفت زدن همون یک ساعت آدم خسته میشه. بعد سوالی را گوش میکنم، میگه که انا جمعه دیگر بیا، میگه جواب تمیگی. بعد جوان میره، همین جوان میره که
فقط در نماز بامداد میگه میویا، در نماز بامداد میگه میویا. همون جوان همیشه خاطر گریه میکنه که بابای چشم میتونم میگه از گریه را میگه جوری شدیسه. بعد تنتوی میگه چی شد؟ میگه من از انم سوال ما جواب شیفت، میگه جواب شگرفت، جواب شگرفت. بعد حضرت میگه که چی جواب شگرفتی؟ بعد میگه که خواب دیدم، خواب دیدم که در یک اگه چند طریقه موشین بعضی چیزا گفتن صحیح‌تر شمیه که عرابه در همون سالوی پیش اگه در عرابه چند کس میشه اسم کشیش میگه. در عرابه میگه همین تا یک مسجد شون دولو نداشته، در مسجد میبروی همین تا راه کلان، راه اسرار. میگه در یک عرابه میگه خواب میبینم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مای سوارای چند صحابه میگه قطیش هم میگه. بعدا میگه که از همون خیلی راه خیلی نیشه بوده است، مسجد اینجا راه بالا بوده. بعد از همون کوتالی یک عرابه اومده سمتری شستکی بود. میگه در همون خوبم یک آوازی بلند میشه که همین در میره عرابه را بگیره که در همون عرابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم آید. بعد میگه که من از محبت دوست داری میگم که یک سنگ یا خشت یا چیزی بگیرم در دم چرخ عرابه بمونم که پیغمبر خدا عرابه چپه نشوه گفته. همین هشم با سنگوی که نگاه میکنم که صحابه 4 تا صحابه میگه سراشونه در همون ته چرخ عرابه موندن، نه سنگ گفتن نه خیش گفتن، صحابه سراشونه در ته چرخ عرابه موندن، عرابه ایستاده. همین خواب دیدم میگه بعد در حقیقت فهمیدم که اون محبتی که صحابه داشته اون محبت ما داشته نمیتونیم. اون اخلاصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه داشتن، جان فدایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، انا همون دوستی جانی بود، دوستی ایمانی و دوستی جانی بود که برای یکدیگر جان فدا میکردن. اما که دوستی که به خاطر مال باشه، به خاطر دنیا باشه، به خاطر ثروت باشه، این پایدار نیست. یا به خاطر وظیفه باشه، اکثرا همین خیله، اکثرا همین خیله که وقتی که از اون چیزو که از وظیفه‌اش گرفت یا که از ثروتش به ثروت کشید دیگه دوستی تمام میشه. انا دوستی که جانی باشه و به خاطر خدا باشه، البته که تا همون اندازه دوستی به خاطر خدا قدر قیمت داره که وقتی که به یکدیگر جان فدا هستن. میگه یک دوست میگه در قصه ها میاره که سوال و جوابش میکنن در قیامت، در سوال و جواب عاجز میگه که جوش میگه که دوزخ تمام بر نشه. دوست دیگرش بهشت، دوستی که بهشت میره در بهشت داخل نمیشه. برای چی میگه داخل نمیشه؟ میگه تا همون دوستی ما میگه اگر به شرط همراهی ما نکنین او را ما به بهشت داخل نمیشم. که او دوستی چند قدر گناه داشته. به سبب همین دوستی قدر خداوند میگه هم را بخشیده، همراه دوست داخل جنت. پس اگه دوستی دیگر دوامی همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل ترین مؤمن گفت احب لله و ابغض لله. بعد دیدن هم به خاطر خدا باشه. یک کس هم بعد میبینیم به خاطر که دشمن دینه، دشمن اسلام، دشمن مثلا که این مردم و ابغض لله و منع لله که منع کردن عطا کردنشان به خاطر خدا باشه، منع کردنشان به خاطر خدا باشه. همین 4 صفت در کسی که باشه پیامبر گفت فقط استکمل ایمانو، ایمان همون بنده کامل شد، ایمان همون بنده پره شد. یعنی ایمان همون مؤمن پره و کامل مستحکم است که همین 4 شرط در او باشه. دوست داشتنش به خاطر خدا باشه، بعد دیدنش به خاطر خدا باشه، عطا کردنش یک مسلمان یارده میته به خاطر خدا باشه و منع کردنش هم به خاطر خدا باشه. خداوند همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کنه، دوستی همونه به خاطر خدا کنه، دوستی جانی باشه و الله ذوالجلال برای دوستی ها اجر پاداشی ثواب بر ما و شما نصیب کنه.